هموطنان عزیز، فردا برای مسلمانان جهان ماه شریف رمضان فرا میرسد. به این مناسبت مردم شریف تاجیکستان را صمیمانه تبریک میگویم. رمضان در حیات مسلمانان ایام آزمایش اراده، صبر و تحمل و به کمال رسانیدن دیگر خصلت‌های نیک انسانی به حساب می رود. یکی از حکمت‌های اصلی ماه شریف رمضان در آن افاده می یابد که انسان با احساس گرسنگی و تشنگی از حالت یتیمان و معیوبان، بیماران و احتیاجمندان و شخصان کمبضاعت بیشتر آگاه می گردد و برای آسان نمودن مشکلات آنها موافق امکانیت و توان خود دست کمک دراز می کند. یعنی روزه‌داری در طبیعت آدمان پیش از همه پاک نگاه داشتن دل و زبان، ظاهر و باطن، با معامله نیک و مهربانی به جا آوردن عزت انسانی و رحم و شفقت را بیدار می سازد. مردم مسلمان ما در این ماه مبارک به عیادت پدر و مادران و بیماران و کمبضاعت ها می روند، به یتیمان و معیوبان و شخصان احتیاجمند کمک می رسانند تا که با چنین اعمال خیرخواهانه صاحب ثواب بیشتر گردند. پرهیزکاری و لطف و احسان به اهل خاندان، خویش و تبار و همسایه ها و یار و دوستان، خودداری کردن از عملهای ناشایسته، اجرای کارهای خیر و ثواب و ارزش‌های دیگری هستند که رعایت آنها در این ماه مبارک به مسلمانان واجب دانسته شده است. فضیلت دیگر ماه رمضان در باطن هر یک مسلمان تشکل دادن خصلت جوانمردی و سخاوتمندی می باشد. طبق سرچشمه‌های معتمد، سخاوتمندی و جوانمردی و غمخواری و دلسوزی رسول اکرم در ماه شریف رمضان دوچند می شده است. در برابر این دادن صدقه فطر و عموماً همه گونه خیرات و صدقه در ماه شریف رمضان همچون یکی از واجبات دین مبین اسلام به شمار می رود. در آیت 60 سوره توبه به طور روشن و واضح به کدام طبقه آدمان دادن صدقه بیان شده است. صدقه فطر و خیرات پیش از همه به نزدیکان، خویش و تبار کمبضاعت و محتاج، طبقه های نیازمند جامعه یعنی یتیمان و معیوبان، شخصان بی‌سرابان و عائله های کمبضاعت از حساب زحمت حلال و با دست و قلب پاک داده می شود. در این روند باید دانست که همه گونه رفتار خصوصیت ظاهر پرستی، خودنمایی و اسراف کاری داشته هیچ معنی ندارد. همچنین هر یک فرد مومن باید در خاطر داشته باشد که در ماه شریف رمضان عملهای نیک و پسندیده از جمله خیرات و صدقه نه به خاطر ظاهر پرستی، نمایشکاری، اسرافکاری و خود را از دیگران بالا و بهتر نشان دادن، بلکه برای به دست آوردن خوشنودی خداوند انجام داده می شوند. طبق آیات های قرآنی بهترین بندگان در نزد خدا پرهیزگاهترین آنهایند. مردم شریف ما خوب می دانند که
به روح و ارواح مردگان تنها ثواب دعا و قرائت کلام روانی میرسد. یعنی خودداری کردن از ظاهر پرستی و اسرافکاری و آراستن دسترخوان سرخرج از اعمال واجبی دین مبین اسلام شماریده میشه. در این بابت در سوره اسراء کلام آسمانی آمده است: و هیچگاه اسراف مکن، به درستی که اسرافکاران برادران شیطان هایند و شیطان نسبت به پروردگار خود ناسپاس است. ولی تا هنوز حالتهایی بر مشاهده میرسند که این فرموده های خداوند و همچنین مقررات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جامعه ما از جانب بعضی اشخاص اجرا نمی‌گردند و چنین شخصان با آراستن دسترخوان پردبدبه و نمایشکارانه معیارهای ذکر شده را دغلانه پایمال می‌کنند. وابسته به ماه مبارک رمضان تأکید یک مسئله دیگر را ضرور می‌شمارم که در فقه حنفی برای مسلمانان از جمله به زنان حامله و کودک شیرخوار داشته، مسافران، بیماران و برجاماندگان سبوکی ها مقرر شدند. در آیت 195 سوره بقره آمده است که خویشتن را با دستهای خود به ورطه هلاکت نافکنید. همچنین خاطر نشان می سازم که ماه رمضان امسال نیز به فصل گرما برابر می آید. شخصانی که با کارهای صحرایی و دیگر نوعهای مهنت وزنین مشغولند در صورت داشتن روزه با مشقت سخت گرفتار می شوند یا حتی سلامتی آنها ضرر می بینند. اگر رزق و روزی با زحمت پرورش کرده مرد دهقان در وقتش جمع آوری نشود، چنین عمل باعث به مشکلات و سختی روبرو شدن روزگار مردم، یعنی قیمت شدن محصولات و حتی گرسنگی می‌گردد. چنانکه در آثار دانشمندان فقه حنفی ذکر شده است، شخصانی که به کسب و کار وزین مشغولند از جمله کشاورزان و کارگران کارگاه و کارخانه ها روزه نگرفتنشان ممکن است. گروه های ذکر شده مسلمانان می توانند در دیگر وقتی برایشان مساعد روزه گیرند. در سوره نساء قرآن مجید با اشاره به این معنی تاکید شده است: و خویشتن را مکوشید به درستی که خدا به شما مهربان است. وضع جهان معاصر مخصوصاً بعضی کشورهای مسلمانی سال به سال نارام گردیده، نزاعهای بین مذهبی طرف تیز و تند شده ایستادند که موج آنها می تواند سرحد دولت‌های آرام و آسوده را عبور کرده وضع داخلی آنها را نیز بی‌ثبات گرداند. همزمان با این خصوصاً سالهای آخر روند سیاسی ساختن اسلام وسعت خطرناک گرفته، هر روز باعث قتل و کشتار هزاران نفر اهالی آسایشته و بیخانه و جای ماندن میلیون ها نفر دیگر شده ایستاده است. اکثر گروه های افراطی اعمال ننگین خود را تحت نقاب اسلام صادر می کنند، حالانکه دین اسلام اصلاً و ماهیتاً ضد افراطگرایی و خشونت و قتل و کشتار بوده. برعکس آدمان را به انسان دوستی و کارهای نیک
هدایت بنماید. بنابراین ما را ضرور است که هدف اساسی رویه های افراطی را به مردم، خصوصاً به نورسان و جوانان فهمانیم و نگذاریم که اندیشه های به مفکوره ما بیگانه در جامعه نفوذ پیدا کنند. در روند تعلیم و تربیت جوانان بخصوص به مسائل دوست داشتن وطن، احترام گذاشتن به مقدسات ملی و تاریخ و فرهنگ پرغناوت خلقمان، اینچنین پاس داشتن عزت و حرمت پدر و مادر و کلانسالان باید اعتبار اولین درجه ظاهر نماییم. ما باید شکرانه کنیم که دولت آزاد و وطن آباد داریم و از برکت صلح و آرامی و وحدت ملی در فضای آسوده زندگی میکنیم. طوری که بارها ابراز داشته بودم، در زندگی هر روزه امکانیت ثوابگیری خیلی زیاد است، ولی طبق مشاهده ها بعض تاجران در عرفه ماه رمضان و عیدها نرخ محصولات آذوقه را به خاطر درآمد مفت و بی اساس بلند می بردارند و با چنین کردار خود از یک طرف باعث آزرده خاطری هموطنان مسلمان خیش می گردند و از طرف دیگر خودشان و اهل خانواده اشان را از ثواب این ماه شریف محروم می سازند. در حدیث های پیغمبر اسلام عاقبت چنین رفتار تاکید شده است: هر کی نرخ را ارزان کرده مردم را به خود جلب می نماید، رزقش افزون می شود و هر کی نرخ را بالا می برد او شرمسار می گردد. یا در حدیث دیگر چنین آمده است: تاجر قیمت فروش و شخص خودکشی کرده در یک درجه قرار می گیرند، زیرا هر کی در کار از نرخگذاری روزگار مسلمانان، یعنی بالا بردن نرخ مالها، بر آنها دخالت کند، پس دانسته باشد که خداوند او را روز قیامت در آتش سوزان قرار می دهد. وقتهای آخر یک قسم هموطنان ما مبلغ‌های به نیت حج جمع آوردهشان را برای کارهای خیر، از جمله بنیاد مکتب و مرکزهای سلامتی، بنگاه‌های طبی، تعمیر راه و پل‌ها، کشیدن خط آب نوشاکی در محل زیست خود، ترمیم و آباد کردن منزل زیست خیش یا شخصان کم بضاعت صرف کرده ایستادند که این عمل البته باعث دستگیری و تحسین می باشد. طبق تعلیمات اسلام چنین کارها ثواب جاریه می باشند که از برکت آن خودی شخصان خیرخواه و همت بلند و اهل خاندان آنها به طور دائمی بهره‌ور می گردند. باور دارم که چنین روند نیک و سازنده در دایره آمادگی به 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان عزیزمان وسعت بیشتر پیدا می کند و ما این جشن بزرگ ملی امان را در شرایط آرام و آسوده وطنمان و زندگی از امروزه خیلی بهتری خلقمان استقبال می گیریم. بار دیگر فرارسیدن ماه شریف رمضان را با مردم شرفمند کشورمان تبریک گفته، برای هر یک ساکن مملکت خانه آباد، رزق و روزی فراوان، تندرستی، فراخدستی و ایمان کامل و سعادت روزگار را آرزو می نمایم. فرارسی ماه شریف رمضان مبارک باشد هموطنان عزیز.